معاویه فرزند هند جگرخوار از پدری نامعلوم بود. مادر معاویه در زمان پیش از اسلام به داشتن روابط نامشروع شهره عام و خاص بود. معاویه در بهترین حالت ممکن به 4 پدر مختلف نسبت داده میشه و مشخص نیست که پدر واقعی او کیست. ولی چون در خانه ابوسفیان به دنیا آمده بود، ابوسفیان مجبور شد او را به عنوان فرزندش قبول کند. علت لقب گرفتن مادر معاویه به هند جگرخوار این است که عموی پیامبر جناب حمزه سیدالشهدا به دستور او به شهادت رسید و هند با دریدن سینه ایشان و به دندان کشیدن جگر آن حضرت به این نام ملقب شد. همچنین میتوان به نفرین معاویه توسط پیامبر اسلام اشاره کرد که حضرت فرمود خدا شکم معاویه را سیر نکند. معاویه در دوران زندگی ننگین خود جنایات زیادی مرتکب شد، از جمله آنکه به دستور او در 70,000 منبر امام علی علیه السلام و فرزندان گرامی ایشان امام حسن و امام حسین علیهم السلام را سب و لعن میکرد. تبلیغات سوء زیادی در مورد اهل بیت پیامبر به ویژه امام علی انجام داد تا جایی که مردم شام گمان میکردند امام علی نماز نمیخواند. قرآن سر نیزه زدن در جنگ صفین با نیرنگ عمرو و عاص ملعون و ایجاد دودستگی در لشکر امام علی علیه السلام، همان عمرو و عاصی که در جنگ از ترس تیغ مونا فرار کرد و برهنه شد. ساخت و فروش بت و راه انداختن تجارت در این زمینه، آن هم وقتی خود را خلیفه مسلمین معرفی میکرد. شکستن صلحنامه با امام حسن مجتبی و انتخاب پسر ملعون خود یزید به عنوان جانشین و هزاران خباثت‌ها و جنایت‌های دیگر. یزید نیز مثل پدرش جنایت‌ها و خباثت‌های زیادی انجام داد، از جمله جنایت واقعه حره و حمله به مدینه و کشتن 10,000 مسلمان و غارت اموال مردم و تجاوز لشکر یزید به زنان مسلمان مدینه، آزاده شدن هزاران فرزند نامشروع در این واقعه، حمله به مکه و آتش زدن کعبه. بزرگترین جنایت این ملعون به شهادت رساندن حضرت امام حسین و یاران ایشان و به اسارت بردن اهل بیت بزرگوار آن حضرت بود. برای بعضی ها باید تأسف خورد که در نامه عملشان فقط جانبداری از معاویه را کم داشتند که آن را هم به این نامه اضافه کرد: بر دشمن مرتضی علی تا صبح قیامت لعنت.